السلام علیکم دوستان عزیز، زنده سلامت خانواده صدا باشید. سال 2000 وقتی که به مسکو اومدم به مکتبی چی رفتم ساوسک شکولا میگن که و فکرم باشه دوزی نمیدونم به اونجا رفته انکیتا پر کردم و به من گفتن که تا دوام یک ماه ما به شما خبر میدیم که شما رو به کار قبول کردیم یا اینکه نه با دیپلم یا سودان. من رفتم به تاجیکستان با پاییز از تاجیکستان به ازبکستان سفر کردم چهار شبانه روز ما رو در چی میگن در سرحد ازبکستان من کردن مرا افغان گفتن شما افغان هستید برای اینکه من خیلی سطح داشتم گفت شما افغان هستید هم سال در افغانستان جنگ بود که بعد آوردن قیافه شناس مرا شناختن گفتن نه خودش هست تاجیک است از تاجیکستان هست بعد پاییز ما رو وای کردن سر دادن من پاییز ما رو بند کردن که این میفراریم این افغان است خیلی افغان من گفتم من صرف یک میخوندم که اس به افغانستان در اومد سال 79 تولد من 72 من سال 1979 من صرف یک رفتن که بعد اس افغانستان در اومد کدام افغان پیش از آن که اس به افغانستان در آید اومده از تاجیکستان پاسپورت گرفته است من تاجیک هستم از تاجیکستان پس من یک خودم تنها با آنها وای کردم سوال جواب کردم پس اومدم پلاس کردیم وگان بود در رو مخم کردم تاجیکستان نشدم و در تق تق کردم که شما شما از تاجیکستان هستید گفتم از کجا هستم از تاجیکستان هستم یا شما چقدر تاجیکی نوترس هستین یا خودتون تنها رفتی با آنها سوال جواب کردیم البته گفتم مرا پدر مادرم از کودکیم جهانگشته کردن من از سوال جواب نمیترسم حق رو گفتن نمیترسم اون سالها وای بود که با ویزا میرفتیم میومدیم سالهای 2000 بعد 2018 بعد به ویزا شد یعنی که همون وای کردم با اونها سوال جواب کردم گذاشتم الحمدلله من قیافه شناس آوردم مرا سطر رو برام پاسپورت اس اس ام برامول بود وای کردم قیافه شناس آمدم مقایسه کردم و پاییز ما رو رها کردم و رفتیم به تاجیکستان وقتی که من به وطن اومدم مرا پدر و مادرم همه خشته‌وارم چی میگن تنتنوار پیشرفت گرفتن در فرودگاه دوشنبه و من به چی رفتم به مدرسه به ایمان تلمیزی رفتم اونجا ما رو به کار قبول کردم و من از مسکو برادرم خبر داد که خواهرجان فیروزه خان تو رو در مکتب چی سعودیه قبول کردن انکیتر جوابش آمد معاشش اون وقت $1000 بود سال 2000 تصور میکنید که من $1000 رو به عوضی $1000 من پدر مادرم رو از اون $1000 بارم موندم من گفتم که برادرم گفتم که نمیاید برگشته به مسکو گفتم که نیمه رو اینجا در مدرسه ایمان تلمیزی به کار گرفتم من گفتم اگر من رو در مدرسه ایمان تلمیزی به کار نگیرم من گشته به مسکو میآیم لیکن من رو که در مدرسه ایمان تلمیزی که به کار قبول کردم من به برادرم گفتم که نه من به مسکو نمیآیم یکمش که من رو اینجا کار قبول کردن دیمش که پدر مادرم نمیگذارم که در پیشون خور شوند پدر مادرم رو گرفته بیاید گفتن که پدر مادرم نمیخوام به مسکو رفتن من به مدرسه امام تلمیزی دکومنت هایم سپردم و در حال به کالج آموزگاری به نام قرن الجره اینچنین دکومنت های سپرده در آنجا داخل شدم دانشجو شده هم دانشجو بودم از سحر تا نصف روزی دانشجو بودم تحصیل میکردم و از نصف روزی تا بگاه در مدرسه امام تلمیزی حاضر دانشجوی اسلامی شد که درس میدادم از عقیده حدیث و عقیده امام ابو حنیفه درس میدادم علم حدیث درس میدادم از زبان عربی دانشجوی‌ها رو درس میدادم دانشجوهای صف آخر بودن سوم چهارم بودن نه دانشجوها در دانشکده بود اونجا در دانشکده از زبان فارسی درس میدادم در دانشگاه بگیم این دانشجوها رو زبان عربی عقیده ابو حنیفه و علم حدیث درس میدادم همین گونه من میگم که برای پدر و مادرم برای وطنم خدمت وطنم شده از پول کلانی بگیم دنیا $1000 در 2000 سال پولی چقدر کلان بودم این گونه نه در یک سال من $120,000 کار میکردم بله همین گونه من دنیا رو در عوضش پدر و مادر و وطنم رو گذاشتم که من روم در وطنم خدمت کنم و پدر و مادرم رو در برشون باشم همین گونه من 3 سال هم تحصیل کردم در کالج آموزگاری به نام قرن الجره در گردش فرودگاه شهر دوشنبه و در مدرسه به نام ایمان تلمیزی مدرسه شده کار فعالیت کردم بله قصه تلخی من و کار فعالیتی من دوام دارد